سلام. در بخش اول براتون گفتم که در زمانی که پادشاهان اروپایی قدرت مطلق داشتن و خودشون بزرگترین متجاوزین به حقوق مردم بودن، در قرن 17 فیلسوفان انگلیسی تامس هابز و جان لاک به ایده حکومت مطلق پادشاه شک کردند و با افکار جدیدی پایه حقوق مردم رو ریختن و گفتن نه تنها مردم حق دارن، بلکه حکومت مسئول حفاظت از حقوق مردمه. فیلسوف سوم یک فرانسوی بود به نام مونتسکیو. مونتسکیو روی حرفای جان لاک خیلی فکر کرد و به این نتیجه رسید که با وجود اینکه حرفاش کاملا درسته جان لاک، ولی چون ما میگیم که حکومت وظیفش دفاع از حقوق مردمه، معنیش این نیستش که حکومت بیاد و این حرف ما رو گوش بده. تمام قدرت در دست حکومته، ولی این حکومت نمیاد این قدرت رو ول کنه از حقوق مردم دفاع کنه که. پس مونتسکیو گفت حکومت باید قدرتش تقسیم بشه و همه قدرت یک جا نباشه. حکومت به 3 گروه باید تقسیم بشه. یک گروه قانونگذارا باشن، مثل سناتورها و نمایندگان مجلس که برن قانون وضع کنن به نفع مردم و مملکت. یک گروه دیگه محافظین اون قانون باشن که عدالت اجتماعی رو رعایت کنن. اینا اونایی هستن که در دادگاه‌ها به فریاد مردم میرسن و از حقوقشون دفاع میکنن، مثل قاضی‌ها و وکلا. و گروه سوم باید مجریان این قانون باشن که مثل شاه و وزرا و ارتشیان هستن که در زیر پوشش این قانون میتونن اجازه عمل داشته باشن تا قانون در اون اجتماع عملی بشه. و این 3 گروه باید از هم جدا باشن و هیچ کدوم تحت نفوذ گروه دیگری نباشن. چرا؟ برای اینکه فکرشو بکنین، اگر قرار بود مثلا شاه یا رهبر یک مملکتی دست نشونده های خودش رو، نوکران خودش رو بفرسته به مجلس، اینا طبیعتاً دیگه نمی اومدن توی مجلس قوانینی وضع کنن که برای مردم مفید باشه، بلکه قوانینی وضع میکردن که برای شاه مفید باشه. یا اگر شاه میتونست قاضی ها و رؤسای دادگاه رو خودش انتخاب بکنه، در اون دادگاه ها از حقوق مردم حفاظت نمیشد که از حقوق شاه حفاظت میشد. حالا هی بیاین بگین این زمینی که درخت آلبالو داره از بابام به من رسیده و مال منه، حالا شاه اومده غصب کرده این زمینو، دیگه اون دادگاه به نفع شما رأی نمیده که. اینم مال مونتسکیو. فیلسوف بعدی باز یک فرانسوی بود به نام ژان ژاک روسو. روسو گفت مونتسکیو حرفاش عالیه و باید همینطور باشه، اما با وجود همه این محکم کاری ها بازم احتمالش هست که در حکومت فساد و خیانت به حقوق مردم پیش بیاد، چون در حکومت پول زیاده و پول میتونه مردم رو بخره. اینه که ما باید مراقب باشیم که همیشه احتمالش هست که حکومت به مردم خیانت کنه. بنابراین باید حساب بکنیم که رابطه مردم با حکومت مثل یک قرارداد اجتماعیه. مثل هر قراردادی 2 طرف داره، یه طرفش مردم، یه طرفش حکومت. و مثل هر قراردادی هر 2 طرف باید بهش عمل کنن و به اون قرارداد وفادار بمونن. بنابراین اگر یک طرف قضیه کارش رو انجام نده و به اون قرارداد وفادار نمونه، اون قرارداد دیگه ارزشی نداره و باید پارش کرد و ریختش تو خاکروبه. یعنی چی؟ یعنی اگر حکومت‌ها به مردم وفادار نمونن و خیانت کنن، مردم وظیفه‌شون اینه که بلند شن و اون حکومت رو خلع کنن و جاش یکی دیگه بذارن. چون وقتی که حکومت وفادار به مردم نمونه، مردم هم هیچ وظیفه‌ای ندارن که به اون حکومت وفادار بمونن. به به، چشمم روشن.
مردم بلند شدن حکومت رو خلع کنن. خانم و آقایون عزیزم، این حرفا اون موقع‌ها خیلی عجیب بود. بعد از روسو باز یک فرانسوی دیگه اومد به نام ولتر. ولتر گفت میدونین چیه؟ اصلا ما باید حکومت و مذهب رو از هم جدا کنیم. وگرنه حکومت میخواد همیشه مذهبی رو که خودش داره تو حلقوم مردم فرو کنه. مذهب یک رابطه خصوصی انسان با خدای خودشه و به حکومت هیچ ربطی نداره. اگر حکومت در این مسئله مذهب دست نداشته باشه و دخالت نکنه، مردم خودشون با هم کنار میان. کسانی رو که دینهای دیگه دارن قبول میکنن، تحمل میکنن و با اونا با صلح و آرامش زندگی میکنن. اما اگر حکومت یک مذهب رو حمایت بکنه، اون تعادل اجتماعی به هم میخوره. یک گروه خاص محبوب حکومت وقت میشن چون با هم همدین هستن و بقیه مردم میمونن بی حمایت. پس به هیچ وجه حکومت نباید هیچ نوع کمک مالی، اجتماعی یا معنوی به مذهب بکنه و یا از افرادی که رهبران مذهبی هستند در حکومت استفاده کنه و هیچ نوع تبلیغ مذهبی در تمامی طول و عرض حکومت نباید بشه. خب حالا حساب کنین عزیزان من که این آقایون خوشفکر و روشننگر وقتی داشتن این حرفا رو میزدن که اروپا کاملا در دست پادشاهان مستبد و ظالم اروپایی بود و مسیحیت که دین صلح و محبت و بخشش بود، وسیله‌ای شده بود برای اطاعت از پادشاهان و برده‌سازی از مردم. و مردم هم خودشون قبول کرده بودند که موجوداتی هستند پست، بی‌ارزش، گناهکار و احمق که باید یک قدرت بزرگ بیاد و بالا سرشون باشه تا اینا رو آدمشون کنه. وگرنه نه تنها در این دنیا تنبیه میشن و چوب تو گوششون میره، بلکه در دنیای دیگه هم تو آتیش جهنم جزغاله میشن. ولی یواش یواش این حرفا مردم رو به فکر انداخت و فکری که به کار بیفته برای حکومت‌های مستبد خطرناک میشه و فکر تبدیل شد به عمل و عمل تبدیل شد به انقلاب‌هایی که در قرن 18 و 19 در اروپا به راه افتاد که من براتون انقلاب فرانسه رو تعریف کردم. و پادشاهان اروپایی یکی از بعد از دیگری سرنگون شدن یا اگر به جا موندن فقط از پادشاهی نامی دارن وگرنه هیچ نوع قدرت اجرایی ندارن و حکومت‌ها تبدیل شدن به حکومت‌های مردم بر مردم. و اینه که امروز اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آدم‌هایی هستند آزاد و خوشبخت، چون کسی بهشون زور نمیتونه بگه و اینا آزادن که به هر چی که میخوان فکر کنن، ازش گفتگو کنن و برای زندگی خودشون عملیش کنن تا اونجا که به حد دیگران تجاوز نکنن. ما هم درست در ابتدای قرن 20 اولین کشوری بودیم در آسیا و خاورمیانه که تحت نفوذ همین اصل روشنگری و انقلاب‌های اروپا برپا خواستیم و بر علیه پادشاهان ظالم و ابله ایران انقلاب مشروطه کردیم و متاسفانه شکست خوردیم. اما این آرزوی آزادی و حکومت مردم بر مردم هنوز در ما زنده است و این داستان ادامه داره.